این خرسان. چند نفر چیرو اوبو 8 ساله که از این رودخونه تا میکنن میرن سرغله درس میخونن. وسیله عبورشان این تکنولوژی قدیمی است. روزی چند بار از این عبور میکنی؟ روزی 2 بار. کلاس چندمی همین محمد؟ دوم. نمیترسی؟ بله. عمق رودخونه الان 15 متر. اگه کسی بیفته دیگه همونجوری دیگه کارش تمومه. مجبورم باید دوست دارم مدرسه رو. مسئولیت عبور دانش آموزان را هر روز یکی از اهالی به عهده میگیره و امروز نوبت حیدر است. تا حالا چند نفر انگشتشون قطع شده. چند بار همین قلاب دست میگیره. برای درک احساسشان تصمیم گرفتم این وضعیت خطرناک رو تجربه کنم. مشکل تنها مال بچه‌ها نیست. این گودار عمیق و این سیمبوکسل قدیمی تنها مسیر ارتباطی روستاست. شو مریض زابیدم همین سنان با همین ذره و زون چندی مثلا تا از اون زاده رسیدیم. حالا نوبت صغراست. بانویی که چند روز پیش برای زایمان از همین طریق رفته و با نوزادی کاکلزری دوباره به روستا برمیگرده. زن پدر بزرگ بود تا الان ما این کار مثلا